فکرشو کنید تمام مردم در مورد هیولاهای صحبت میکنن که به شدت خطرناکن و جون مردم رو به راحتی میگیرن که ملکه همه این هیولاها رو کشته یا اونها رو به سمت اون ور پرچین رونده و حالا تو تنها هیولای داستانی که همه ازت متنفرن و حوصله‌ات به شدت سر رفته تا اینکه یه شوالیه‌ای که به خون خودت تشنه رو پیدا میکنی، شوالیه‌ای که تو دنیایی که همه شوالیه‌ها از افراد ثروتمند هستن و از عام هستن و سعی و تلاش خودش به اینجا رسیده، ولی مخالفای زیادی داره که دقیقاً در روزی که ملکه میخواد اون رو به عنوان محافظ شهر بعدی معرفی کنه، قتل ملکه رو میندازن گردنش و همه تحقیرش میکنن. حتی با خودت فکر میکنی که اون شخص دقیقاً خوده که هیچ کار بدی نکرده ولی همه ازت متنفرن. پس میری سراغش و نجاتش میدی، به کلی صحبت و توضیح باهاش دوست میشی و سعی میکنی که شرافت از دست رفته‌شو هر جوری که شده برگردی و بعد از کلی کمک به اون شخص شوالیه بهت خیانت میکنه و باعث میشه که خود کاری که تو نشون بدی و باعث نابودی شهر میشه. ولی باستان به خاطر شوالیه‌ای که متوجه شدی تو هیولای واقعی داستان نیستی، به خود خوبت برمیگردی و جون تو به خاطر شوالیه و شهر میگی و تنها اسم تو به یادگار میذاری. این همه آدم بدشانس تو دنیا هست، فکرشو کنید کی خانواده‌اش بدترینش باشن، اونم به خاطر این نفرینی که پدر بزرگش باعث شده. کیه این دختری که میبینی؟ دختر بدشانس فیل که از بچگی یه روز بدون بدشانسی شب نکرده و پدرش از خودش بدتر و مادرش هم این دوتا بدتره. البته بعد کی به طور اتفاقی تو بازار یه جادوگر دمپاره رو میبینه، باهاش صحبت میکنه و جادوگر چند مورد در مورد کی و خانواده‌اش بهش میگه و باعث جلب توجه کی میشه. کی دختر جذاب فیلم اولی تو جادوگر اعتماد نمیکنه، ولی بعد از اینکه میبینه جادوگر داره درست میگه، کاری که جادوگر میگه انجام میده و تو تابوت میخوابه و میخواد از دنیا برمیگرده به گذشته و سعی میکنه تا پدر بزرگش که گنگستر رو کنه معلومه کرده تو شیشه اصلاح کنه و میفهمه که در بزرگش آدم خوبیه و مجبور به این کاره. کی واسه سعی میکنه تا سرنوشت پدر بزرگش رو عوض کنه ولی موفق نمیشه و به حال برمیگرده و میفهمه که گذشته تغییر ناپذیره ولی حال رو میشه ساخت. تو دنیایی که همه فقط از یه شیطان واهمه دارن، پدر روحانی‌ها به سختی شیطان رو زندانی میکنن ولی بعد از گذشت سالهای طولانی دقیقا تو دوران زندگی بست خاله دلسوز که نوازنده است و دور از تنها خواهرش الی که با 3 فرزندش زندگی میکنه کار میکنه و اینکه متوجه میشه باردار تصمیمی که یه سری به الی که داخل آپارتمانی تو حاشیه شهر زندگی میکنه بزنه که تو این حین زلزله‌ای رخ میده و دریچه‌ای باز میشه که نباید بشه و خواهرزاده بس استارت کار رو میزنه و کتابی باستانی که باعث احصال شیاطینی میشه که دقیقاً یکی از بدترین شیطان‌ها هم شاملش میشه رو با خون خودش باز میکنه و اونی که نباید رو اصرار میکنه، شیطانی که جسم انسان‌ها رو تسخیر میکنه و از گوشت و روحشون تغذیه میکنه و اولین نفری که تسخیر میشه الی خواهر بسه که جدا از کشتن همسایه‌ها میخواد خانواده خودش رو هم بکشه و بس تمام سعیشو میکنه تا از این قضیه جلوگیری کنه و جون خودش و خواهرزاده‌هاشو نجات بده. امیدوارم که لذت برده باشید. ارادتمند شما، پوففیل.